سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ من علی هستم و خوش اومدید به ویدیو. هر تو ویدیو بهتون یاد بدم که ویدیوهاتون و موسیقیاتون اگر نویز داره میکروفونتون اون نویزش رو حذف کنید. پس تا آخر این ویدیو همراه باشید. میخوایم با یه اپلیکیشنی که در گوشی اندروید هست این کار انجام بدیم. پس اگه گوشی اندروید داری حتما این ویدیو رو تا آخر ببین و برای حمایت از من این ویدیو رو لایک کن و کانال من دنبال کن. خیلی ازت ممنونم که از من حمایت میکنی. بریم برای شروع ویدیو. Let's go. خب دوستان، من اسکرین رکوردرم رو روشن میکنم تا دونه دونه قدم ها رو جلو بدیم و بتونیم نویز ویدیوهامون یا موسیقیامون رو حذف کنیم. همین الان ویدیو رو لایک کنید، خیلی ازم حمایت میکنید. خب من اسکرین رکوردرم رو روشن میکنم و وای نیستیم که اسکرین رکوردر روشن شه. خب حالا وارد گوگل پلیمون میشیم و این اپی که این بالا اسمش میاد رو دانلود کنید. خب نصب میشه و ما الان فقط کافیه یه ویدیو ضبط کنیم که من یک ویدیو رو الان ضبط میکنم. خب دوستان، من ویدیو خودم رو رکورد کردم و الان فقط کافیه وارد این اپ بشم. خب دوستان، وارد این اپ میشیم. مجوز میخواد، مجوزش حتما کلیک کنید و شما با این صفحه مواجه میشید که اکسپت رو میزنید و وارد این اپ شدید. خب شما ایمپورت فایل رو میزنید و ویدیو خودتون انتخاب میکنید. خب دوستان، وقتی ویدیو خودتون انتخاب میکنید این داره پردازشش میکنه تا بتونه نویزش رو بگیره. خب دوستان، نویزش رو گرفت کمتر از 10 ثانیه. من فکر کردم یکم طول میکشه و گوش رو گذاشتم زمین و رکورد رو قطع کردم، ولی سریع برای ما این کار انجام داد. خب بریم اورجینالش رو با هم بشنویم، یعنی ویدیوی اصلی رو با هم بشنویم. الان دوستان یه ویدیو آموزشیه تا نویزمون رو حذف کنیم. خب برو الان ما این ویدیو رو می‌خوایم نویزش رو حذف کنیم و برو بریم ببینیم چی میشه. الان دوستان یه ویدیو آموزشیه تا نویزمون رو حذف کنیم. خب برو الان ما این ویدیو رو می‌خوایم نویزش رو حذف کنیم و برو بریم ببینیم چی میشه. خب دوستان، من ویدیوم زیاد نویزی نداشت، ولی اگر نویز خیلی بالایی دارید حتما میتونید از این اپ استفاده کنید. من مثلا لحظاتی که میخوام با دوربین لپتاپم و میکروفون لپتاپم کار کنم، متاسفانه میکروفون لپتاپم صدا رو نویز میده و من وقتی که صدا رو نویز میده با این اپ میریزم تو گوشی و نویزش رو حذف میکنم. خب دوستان، اگر دوست دارید این آموزش رو من با اپلیکیشن پریمیرم که از بهترین اپلیکیشن ها برای ادیت هست براتون بذارم، حتما کارم رو دنبال کنید. دکمه لایک هم بزنید تا به من خیلی دلگرمی بدید و زیر کامنت ها هم بنویسید که با اپلیکیشن پریمیرم به ما آموزش بده. خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدار.